و من تأکید دارم بر این نکته که نفاق یک عارضه است، یک بیماری است که بر اثر عواملی در دل افرادی بعداً به وجود میاد. همه منافقان اون کسانی نیستند که از اول دل اونها کافر و بی ایمان بوده، بلکه بعضی از منافقان کسانی هستند که اول ایمان آوردند و سپس بر اثر عواملی ایمان از اونها سلب شد. همونطوری که در آیات اول سوره منافقون میخوانیم که ذالک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبهم، اول ایمان آوردند و بعد ایمان از اونها گرفته شد. چرا ایمان از انسان گرفته میشه؟ من در این باره بحث مفصلی کردم در خطبه های نماز جمعه در سال گذشته. یادم نیست الان که اون تفصیلات چی بود، یعنی تفصیلا مطالب در ذهنم نیست، ولی کن اون مطالب قطعا هست. اون چی که علل الاجمال در ذهن من هست اینه که بر اثر دنیاگرایی، بر اثر اشباع نشدن خواسته های نفسانی، بر اثر سرکوب نشدن تمایلات حیوانی و شهوانی، انسان تدریجاً از ایمان به کفر گرایش پیدا میکنه و عوامل اجتماعی هم این حرکت بیمارگونه رو در انسان تشدید میکنه و ما بایستی مواظب باشیم که بعد از آنی که مؤمن هستیم منافق نشیم. یک زنهار شدید در قرآن هست نسبت به مؤمنین که بدانیم که مؤمن ایمان خود را باید نگه دارد.